تصور کنید 800 سال پیش در قونیه روی مولانا، مردی از بلخ افغانستان، یک سوال برای نسل امروز داره: چگونه میتوانیم وحدت داشته باشیم؟ شما مانند قطره اید. جدا کوچکید، با هم اقیانوسید. تفاوت‌هایتان زبان، قوم، منطقه دیوار نیست، بلکه رنگ‌های یک قالین گرانبهاست. راه وحدت این است: احترام، شنیدن و هدف مشترک. پس امروز کمتر به موضوعات اختلافی دامن بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم. ما همه خانه مشترک داریم. بیایید آموزش را پل بسازیم. عشق، همدلی و دانش وحدت ماست. شما چی فکر میکنید؟ نگاه چه چیزی باعث وحدت ما میشود؟